در مورد هزینه‌های جدید ثبت علائم تجاری در ایران من چند بار قبلا باهاتون صحبت کردم، ولی تو همین مدت چند تا دیگه از دوستان با من تماس گرفتن و گفتن که شرکت‌های ثبتی هزینه‌های خیلی گزافی رو ازشون گرفتن بابت هزینه‌های ثبتی. این بود که این بار باز اومدم خدمتتون که این هزینه‌ها رو با ذکر مثال براتون تشریح بکنم. ببینید دوستان، برای اشخاص حقیقی ثبت اظهارنامه در هر طبقه 200,000 تومان هزینه داره که من اینجا براتون مشخص کردم. حالا این اظهارنامه وقتی رفت اداره توسط کارشناسا بررسی شد و تایید شد، شما 2 مرحله روزنامه رسمی باید پرداخت بکنید و 1 مرحله هم حق الثبت. حق الثبت باز برای هر طبقه برای اشخاص حقیقی 600,000 تومان هزینه داره. روزنامه رسمی هم تقریبا 2 میلیون تومان هزینه داره. حالا بستگی داره که شما کالاهاتون شاید بیشتر بشه، ممکنه هزینه از این بیشتر هم بشه. حالا دوستان ببینید، برای اشخاص حقوقی این هزینه‌ای که گفتم خدمتتون در مورد اظهارنامه و حق الثبت ضرب در 5